دادن وب صفحه ها از محرر عادی متنی بلک‌نوت استفاده برده می شود. این محرر عادی متنی در تمام کامپیوترها موجود می باشد. برای به کار درآوردن آن از دکمه‌چی پوست استفاده برده می شود. بعد به کار درآوردن محرر متنی بلک‌نوت در اکران آینه کاری بلک‌نوت حاصل می شود. بعد از آن از رژیم حرف‌های روسی و رژیم حرف‌های انگلیسی گذاشته می شود، زیرا همه تگ‌های زبان HTML با حرف‌های انگلیسی نوشته می شود. یکم تگ HTML این آغاز وب صفحه را می فرماند. H1 یعنی زینه سرلوحه یکم. زبان HTML امکانیتی با 6 زینه سرلوحه گذاری کردن را می دهد. برای بیکار نمودن زینه سرلوحه یکم تگ تقسیم H1 استفاده برده می شود. یعنی بعد از تگ H1 متن می آمده با زینه سرلوحه یکم با چینک زینه سرلوحه یکم نوشته می شود. کنون H2 زینه سرلوحه دویم. این متن با چینک زینه سرلوحه دویم نوشته می شود. برای آسان کردن کار زینه سرلوحه یکم را نسخه گرفته و اینجا میگذاریم. فقط به جای رقم 1 کنون رقم 2 نویسیم کفایه می شود. با یاری تگی تقسیم H2 این زینه را نیز دیکار می نماییم. H3 زینه سرلوحه سیم تقسیم H3 دیکار می کنم. H4 متن آینده با یاری زینه سرلوحه 4 نوشته می شود. تقسیم H4 این تگ را بیکار می کنند. H5 با یاری زینه سرلوحه 5 متن می آمده نوشته می شود. تقسیم H5 این زینه را بیکار می نماید. بعد از 6 زینه را نوشته شدند وب صفحه را با آخر می رسانید. برای با آخر رساندن وب صفحه تگ تقسیم HTML استفاده برده می شود. برای آنکه نتیجه دهد فایل را با خود کامپیوتر ثبت نمودن لازم است. برای این از منوی فایل فرمان سخرانید کگ را انتخاب می نماییم. بعد از آن با آینه دریچه ایمیل فایل نام فایل را نوشته دکمه‌چی سخرانید پخش کرده می شود. HTML. به همین باید دقت داد که از نقطه پیش دلخواه نام رو گذاشته ممکن، لیکن بعد از نقطه یگان خیلی جای خالگی نپرداخته HTML گفته نوشتن لازم است، چون که این در زبان HTML نوشته شدن حجت رو میفهمونه. بعد نوشته شدن دکمه‌چی سخرانید پخش کرده می شود. در حالت ما فایل یک نقطه HTML موجود، بنابراین این را با نوش عوض می نماید اگر دکمه‌چی در را پخش نمایید. اکنون این را در یگان خیلی براوزر دیده می بریم. در حالت ما با واسطه براوزر مزیر فایرفاکس براوزر با کار درآورده می شود. از منوی آن فرمان فایل ادگرید را انتخاب می نماییم. بعد از آن نام فایل را می یابیم، یعنی فایل ما ثبت کرده شده یک بود، یک ادگرید. من زینه سرلوحه یکم، زینه سرلوحه دویم، زینه سرلوحه سیم، زینه سرلوحه چهارم، زینه سرلوحه پنجم و زینه سرلوحه ششم.
در وب صفحه برای معین نمودن شکل شریفت از تگ جفت فونت استفاده برده می شود. ما این را با ترتیب دادن وب صفحه نو دیده می بریم. با یاری تگ HTML وب صفحه نو آغاز کرده می شود. H1 شکل نوشته شریفت، یعنی بزینه یکمی سرلوحه گذاری و وب صفحه سرلوحه می گذاریم. تقسیم H1 با واسطه این تگ زینه یکمی سرلوحه گذاری بیکار کرده می شود. فونت فاکه، یعنی این تگ برای انتخاب نمودن شکل نوشته شریفت استفاده برده می شود. فونت فاکه برابر در داخل ناخنک کدام شریفت ما لازم باشد نام همان شریفت نوشته می شود. یعنی در این حالت تایمز نیو رومن. بعد از این تگ متن هایی که می آیند همه با یاری شریفت تایمز نیو رومن در آینه براوزر نمودار می شود. تقسیم فونت، این تگ برای بیکار نمودن شکل شریفت انتخاب شده خدمت می نماید. در این حالت ما تایمز نیو رومن را انتخاب کرده بودیم. بعد از تگ تقسیم فونت این شریفت بیکار کرده می شود. BR از سر خط آیندگی متن از سر خط نوشته می شود. برای اینکه کار ما آسان شود نسخه یکم را گرفته جایگیر میکنیم. بعد با جای تایمز نیو رومن اکنون دیگر نمود شریفت را انتخاب می نماییم. در این حالت وردانه. بعد از این تگ همه متن ها با یاری شریفت وردانه در آینه براوزر حاصل میکرده می شود. در اینجا سیم نمود شریفت را نیز انتخاب می نماییم. پلاتینو لینوتایپ، یعنی نام شریفت. بعد از این تگ نوشتن هر یک متنی که نوشته می شود با یاری همین شریفت نوشته می شود. یعنی در داخل این تگ و تگ فونت می آمدگی متن ها همش با یاری شریفتی پلاتینو لینوتایپ نوشته می شود. اکنون وب صفحه را با آخر رسانیده این را در آینه براوزر سنجیده می بینید. وب صفحه با یاری تگ HTML تقسیم HTML با آخر رسانیده می شود. فایل سخرانید .html سخرانید. در حالت ما رابطه ستایل با سخرانید کرده شده است. اکنون با یاری براوزر موزیلا فایرفاکس می بینید. فایل نام فایل ما 2 بیت درو از آینه کامپیوتر می آوریم. بعد به اکران برآمدن در 3 خیل نمود شریفت متن ها حاصل می شوند. در نمود تایمز نیو رومن، وردانه و پلاتینو لینوتایپ.